صداشو میشنوی؟ صدای ناقوس مرگته. کجای زندگیتی؟ تا کجا پیش رفتی؟ چرا فکر میکنی وقت داری؟ اگه تهش مرگه، چرا خشم؟ چرا ترس؟ اگه آخرش نیست میشی و میری زیر خاک، چرا با حسرت؟ چرا با عشق؟ به خودت بیا. وجودتو با چی پر کردی؟ حسادت، نفرت، کینه، دردایی که هیچی رو عوض نمیکنه. آخرشو میگی میبازه فقط توی. از بهتر اونجوری باشی که میخوای، چون هیچی منتظرت نیست جز مرگ. تو کی میخوای صبر کنی؟ خوب دارو برای تو نگاه کن. کسی رو میبینی؟ کسی رو میبینی که بهتر از تو بتونه تو از این گندی که توش گیر افتادی رها کنه؟ هیچی نمیتونه، فقط تو میتونی. فقط تو میتونه جلو وایسه، فقط تو میتونه نجاتت بده. سخته، میدونم سخته، ولی بلند شو. میدونم زخمی ولی بلند شو. اگه هنوز نفس میکشی میتونی انجامش بدی. اگه هنوز خون تو رگاته یعنی هنوز فرصت داری. میدونم شکستی، میدونم ناامیدی، ولی بلند شو، دوباره امتحان کن. بلند شو، بلند شو، بلند شو. به خودت بیا. تا کی میخوای عسل بخوری؟ تا کی میخوای زمین بمونی؟ تا کی میخوای تک تک بدبختیاتو، تک تک نداشتناتو گردن دنیا و آدماش بندازی؟ تا کی میخوای قدرتتو نبینی؟ خودتو تکون بده. تا کی؟ بیا از کله بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون. شکستن و فرصت واسه شروع دوباره. اگر دفعه تو میخوای همه اون چیزی که بهش نیاز داری، این چیز نیست که فرصت. برو به سمت با هر چی که داری.